الان نزدیک 60-70 سال سنت هست دیگه. خب بعد 70 سال زندگی تجربه داری دیگه، درسته؟ برای ما و جوانای هم سن سال ما چی نصیحت، چی پیشنهادی داری که به درد ما بخوره؟ یک حرفی بگو که به درد ما و جوانای هم سن سال ما بخوره. خب به درد در بخوره باید سر کار برین، زحمت بکشین، نون حلال گیرت بیایم. بعد دیگه زحمت کشین، سالم باید خودت نگاه داری. سالم بین همه چیز داری. اگه سالم نباشین هیچی نداری. خدا پیره گید مولایی. باید سالم باشی، زحمت میکشی میاری بیخانه، بیای تو خانه گوست نبیمنی او به درد تنی مخوره. علی رضا هیچ چی درست. خدا جان. درست. بگره خدا پیره گید باید با رد خلاف نروی، به دیزی نروی، ناموس کسی نگاه نکنی تا خدا یک لقمه نون حلال بیتواته. فهمیدی؟ آره. اگر برو ها برفتی خدا جمعت منه، همه چیزت مته. که به هم نون کم خودت کشد خدا زیادترت مته.